سلام به شما کاربران عزیز. از امروز میخوام زرنگ نباشم، از امروز میخوام دو تا چهار تا نکنم، از امروز میخوام حق همه کسایی که با من تعامل داشتن و با من کار کردن به شکل کامل بدم، چون میدونم با پرداخت کردن این حق برکت و نعمت و فراوانی در زندگی ما جاری میشه. یه شعر مولانا خیلی به من کمک کرده، یه گر تو مقامرزاده مقامرزاده یعنی قمارباززاده. ما پدرمون قمار کرد، بهشت و باخت، ما اومدیم تو این جهان هستی. گر تو مقامرزاده‌ای در صرفه چون افتاده، نشستی حساب یه شای سنار میکنی که دو تا چهار تا حساب اینه بدم و اونه بدم و فلان. ول کن بابا. یا حافظ علیه السلام میگه که پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ما به حضرت حافظ مولانا اعتماد کنیم و بدونیم بی جهت به ما نمیگن. من از امروز یاد گرفتم و میخوام یاد بگیرم با کسانی که با من کار کردن، کاری انجام میدن، کارگری هست برای شما اساس آورده تو خونه، نمیدونم هر کسی تعامل داره، کارمندته، دوستته، عزیزته، بیش از اون چیزی که فکر میکنی حقش هم بهش بده، چون تو به یه جایی وصلی که میخوای بدی. کسی خساست میکنه، کسی نمیده، کسی گر تو مقامرزاده‌ای در صرفه چون افتاده ای. صرفه گری رسوا بود، خواسته که با خوب و ختن تازه تو با همه آدمای خوب تازه میخوای که برات کاری کردن، به تو کمکی کردن، داری صرفه گری میکنی. این صرفه گری من میخوام از امروز بذارم کنار، حساب دو تا چهار تا نکنم، حساب یه شای سنار نکنم که حالا اینجا باید اینجور بشه. نه خیر، من اگر میخوام واقعا ادعا کنم که به فراوانی اعتماد دارم، به قانون جذب اعتماد دارم، به این که هستی برکت و نعمت رو برای من میریزه، باید از جیبم خرج کنم، باید پرداخت کنم، باید حساب دیگرانم بدم، باید صفر باشم. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضرت رسول میگه خودتون رو محاسبه کنید قبل از اینکه به شما به وقت محاسبه شما برسه. آیا حاضری امروز کسایی که برای من و تو کار کردن حسابشون رو کامل بدیم؟ وقتی من و تو حساب کسای دیگر رو کامل میدیم و تو صرفه گری گیر نمی کنیم، اتفاقی که برای ما میفته یعنی که ما اعتماد داریم به یه خدایی که برکت و نعمت و فراوانی از آسمان برای ما داره جاری میکنه. به سماع رزقکم، روزی شما در آسمانه. به این آیه اعتماد داریم. یه کسی که این گونه اعتماد داره حاضر راحت به دیگران پول بده، حاضر صرفه گری نکنه، خساست رو بذاره کنار و این گونه است که زیاد براش دریافت میشه. باورتون نمیشه روزایی بوده که من خیلی بی پول بودم و خیلی از دوستایی بودن که با من تعامل داشتن، ولی همیشه به من یکی از دوستان چند وقت پیش منو دید، گفت محمد از اون دوران دبیرستان من همیشه حاضر بودم بگم تو ثروتمند میشی و الان خدا رو شکر میبینم شدیم. گفتم چرا اینو میگی؟ گفت به خاطر اینکه میدم همون موقع با اینکه یه زندگی کارمندی، ما یه بچه محصلی بودیم توی زندگی کارمندی که پدرمون اونقدر درآمدی نداشتن، ولی من ول خرج بودم، یعنی دوست داشتم خرج کنم، انگار دوست داشتم پول خرج کردن، انگار پرداخت کردن، این یا پول دادن، حساب کردن، مهمون کردن دیگران رو دوست داشتم. الان که نگاه میکنم من خیلی از این پول پرداخت کردم اما جاش میومد برا من و اومد و همین الان دقیقاً با پوست و سخونی رو درک کردم که گر تو مقامرزاده‌ای در صرفه چون افتاده ای. صرفه گری رسوا بود، خواسته که با خوب و ختن. طرف برای زن و بچه‌ش هم گاهی اوقات من میبینم داره خساست به خرج میده، خوب و ختنش. وای اگر خساست داریم، اگر دو تا چهار تا میکنیم، اگر محاسبه گر هستیم، خدایا ما حساب کردیم دیدیم اینقدر تو پول داری، اینقدر تو ثروتمندی، اینقدر تو دریای عشق و فراوانی هستی، ما پشتمون به پشت تو بنده. من دیگه میخوام به تو خدا اعتماد کنم، پس به راحتی حساب دیگران رو میدم، پرداخت میکنم، دست و دلبازی میکنم، زندگی میکنم، خرج میکنم که این گونه بیشتر و بیشتر برکت برای من بیاد. خیلی دوستتون دارم، دوست داشتم این ویدیو رو تو یه دقیقه بگم برای فایلای اینستاگرامی، ولی دیدم محتوا شاید کامل نشد تو یک دقیقه و به چند دقیقه طول کشید. امیدوارم که صرفه گری رو بذاریم کنار و بریم پدرم روزه رضوان به دو کندو بفروخت. ناخلف باشم اگر، پسر ناخلفی باشم اگر من
به جوی نباشه. من کل این دنیا رو میخوام اصلا بدم بره. من همشو، پدرم قمار کرده اومده باخته بهشت اومده تو این جهان هستی و منم میخوام مثل پدرم باشم، مثل حضرت آدم قمار باز دادم. من قمار میخوام بکنم، هر چی پول دارم بدم امروز حس خوب بگیرم، حالم خوب بشه. به حالم که خوب شد ارتعاشم خوب میشه. از اون بالامون نشسته قربونش برم رصد میکنه، میگه آقا بریزید، این بنده من مجرای برکت منه، مباشر منه، توی این هستی میخواد برکت و نعمت بر دیگران جاری کنه، پس به این بدید. این گونه بوده. یکی از فرمولایی که منم به برکت و ثروت رسونده اینه که دست بخشنده داشتم و اصلا حساب کتاب نکردم، اصلا محاسبه گر نبودم. بیایم اینو در خودمون تمرین کنیم. خیلی دوستتون دارم، شاد و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.